با سلام، عرض ادب خدمت همه دوستان. این قسمت میخوام آموزش تبدیل عکس به انیمه توسط هوش مصنوعی یا گوگل چت جی پی تی ای آی براتون بذاریم که چجوری بتونید عکسای شخصیتون رو به یه انیمه زیبا مثل این تصویری که نگاه میکنید بتونید تبدیل بکنید. واسه این کار دو تا راه دارین. اول اینکه خدمتتون عرض کنم که بیاین اپلیکیشنش رو از توی گوگل پلی دانلود بکنید. این اپلیکیشنش چت جی پی تی به این شکله که اینجا نمایش دادم واسهتون. برای این کار باید حتما فیلتر شکنتون رو روشن کنید. ببینید این اپلیکیشن اسمش مشخصاتش اینجا گذاشتم واسهتون. میتونید تو گوگل پلی سرچش بکنید و ارزم به خدمت دانلود کنید، نصب کنید و اجرا کردن و نحوه کارش رو بهتون الان میگم. برای دانلودش هم که کاری ندارید، تو گوگل پلی فروشگاه میزنید، جی پی تی میزنید، بالا میاد. حل فیلتر شکنتون حتما باید روشن باشه. این تو قسمت جستجو بالا میزنید جی پی تی 40 یا 44 او. ببینید حتما این گزینه، ببینید این باید باشه که روش علامت میزنم، چون شبیهش خیلی هستش. خب این گزینه باید باشه، اینی که علامت کشیدم، اینی که روش خط کشیدم. ببخشید بذارید من خط رو پاک کنم دوباره قشنگ براتون نمایش بدم. ببینید این برنامه اصلی اینه، بقیه دیگه فیکشن، از روی این کپی کردن خواستن تبدیل کنید. این برنامه رو نصب میکنید، اجرا میکنید، میاد بالا. حالا بقیه مراحل هم الان بهتون توضیح میدم. از طریق سایت هم کامپیوتر هم میتونید رو مرورگرتون کلیک میکنید، قسمت جستجو مینویسین، تو قسمت جستجو مینویسین جی پی تی که این بالا میبینید نوشتم جی پی تی، روش کلیک میکنید. اولین آیکونی که میاد براتون این صفحه واسهتون میاد. این صفحه که اومد در قسمت سمت چپ بالا چت جی پی تی پلاس، روی این کلیک میکنید. روی این قسمت کلیک میکنید. روی این قسمت که کلیک کردین یه ثبت نام ازتون میخواد، یه ورود باشه. اگه اکانت گوگل ایمیل گوگل دارین روش میتونید کلیک بکنید. بعد یه قسمت پذیرفتن براتون میاد، میپذیرید و میرید داخل، یه اسم و سال تولد بهش میدین و فعال میشه، مشکلی نداره. اگر ایمیل های دیگه دارین، حالا من سینگاپور میزنم بیاد که بقیه نحوه ورود دارم بهتون توضیح بدم خیلی کوتاه و سریع. ارزم به خدمتتون ببین با ایمیل مایکروسافت هم میتونید وارد بشین، ایمیل مایکروسافت هاتمیل، و ارزم به خدمتتون که آتلوک هستش. اپل آیدی هم ایمیل چی هم آیفون هم که میدونید که اپل آیدی میتونید وارد کنید. با این سه تا راحت میتونید با کلیک کردن، دو تا کلیک و یه مشخصات و اجازه دسترسی وارد بشید. مشکل خاصی نداره. ولی اگه حالا مثلا یکی ایمیل یاهو داره، اگه ایمیل یاهو دارین تو اون قسمت بالا، یه قسمت بالا داره ایمیل آدرس، حالا یه بنده خدا ایمیل یاهو داره، میتونه اونجا ایمیلش رو وارد کنه، نکس بزنه و یه مشخصات ساده میخواد وارد میکنه و لوگین میکنی. ولی خب اونایی که ایمیل گوگل دارن، من نمایش میدم که خیلی راحت‌تر بتونین چی بکنید. اینایی که ایمیل گوگل دارن رو گزینه اول کلیک میکنن. اینایی که ایمیل مایکروسافت آتلوک یا از هاتمیل دارن روی دومی کلیک میکنن. اینایی که اپل آیدی ایمیل اپل دارن روی این. آخری هم شماره تلفن هم میتونید برید. من نرفتم ولی احتمالاً ایران تحریمه چون باید فیلتر شکن. با یکی از این روش ها میتونید
وارد بشین، کار سختی هم نیست. بعد اینکه گوگل رو زدین یه قسمت میاد پذیرفتن رو میزنید میری. چون من یه بار اومدم الان بزنم دوباره اون قسمت نمیاد، به خاطر همین یه جا سال تولدتون میخواد قسمت بالا یه اسم بهش میدین، اسم خودتون یا هر اسمی که خواستین، بعد یه سال تولد و اوکی میشه. حالا من میزنم میرم داخل، چون قبلا پذیرفته شده الان سریع داخل میره. این برای نسخه اپلیکیشن هم تقریبا به همین شکله. اگه ایمیل گوگل دارین که راحت تره، بدون درد سرتر. داخل که شدید خب الان داخل شدیم، خب اپلیکیشن داخل شدیم. شما میخوای عکس رو تبدیل به انیمه بکنید. ببینید تو این قسمتی که نشون میدم بهتون کلیک میکنید. این قسمت بذارید من سفیدش کنم. حالا روی این قسمتی که دایره کشیدم روی این قسمت کلیک میکنید، عکستون رو انتخاب. این سه تا گزینه فوتو، کامرا، فایلز داره. اون کریت کامرا، سرچ، رسپانس و مشخصات و کد دیگه واسه کارهای دیگه است میتونید استفاده کنید. ولی خب برای کار ما فقط فعلا فوتو و کامرا رو میتونید قابل استفاده. حالا ما میخوایم از فوتو استفاده کنیم. فوتو رو روش کلیک میکنید. در روزم 2 تا بیشتر رو نسخه رایگان نمیشه چی کردش. حالا از رو عکس‌های موجود یه عکس رو انتخاب میکنیم، میذاریم آپلود بشه قشنگ. به اون دایره باید بره دیگه، اون دایره نشون دهنده لود شدنه. اون دایره که رفت عکس زبدر که بالا اومد یعنی عکس لود شد. پایین می‌نویسیم یک کلمه کوتاه انیمه بشه. عکس که آپلود شد اینو زیرش مینویسین و خیلی راحت الان آپلود شد. این فلش سمت چپ فعال شد. الان که عکس آپلود شد این فلش فعال شد. روی این فلش یک کلیک میکنید و شروع میشه به تبدیل عکس به انیمه. ببینید الان میتونید متنای دیگه هم بزنید، میتونید تبدیل به چی بکنید، سایپ استاک کنید، واقع گرایانه باشه این عکس، هر مدلی که بخواید میتونید اینجا تبدیل کنید. یه کوچولو زمان میبره. من استاپ میزنم تا این عکس ساخته بشه. ببینید الان عکس ساخته شد. میتونید کلیک کنید رو عکس. ببین چون این نسخه رایگانه 2 تا عکس بیشتر نمیتونیم بسازیم. خب عکس قابل ویرایش و همه چیز هست. ببین روی عکس کلیک میکنید. حالا میخواین این عکس رو ذخیره کنید یا واسه کسی بفرستین. ببین اگر میخواین ذخیرهش کنین گزینه سیو رو میزنید، ذخیره میشه تو قسمت دانلود هاتون. اگر نیاز به عکس میخواین ویرایش بکنید گزینه سلکت رو میتونید بزنید. این پایین نمایش بدم براتون. ببینید برای سیو این گزینه رو میزنید که الان علامت زدم. برای ویرایش یا سلکت کردن یک قسمت این، برای ادیت عکس این قسمت و برای شیر هم این قسمت شما میزنید و انجام میشه به همین راحتی. این قسمت ادیت میتونید بگی آقا مثلا یه درخت اضافه کن یا خورشید اضافه کن یا منظر دیگه اضافه کن یا اصلا یه عکس دیگه بدین براتون تبدیل کنه. به همین راحتی عکساتون به انیمه تبدیل میشه. اگه نسخه پلاسش رو داشته باشین که تعداد بیشتر میتونید عکس رو تبدیل کنید. حالا من اینم ذخیره میکنمش که داشته باشیم. اینم جزء عکس‌های ذخیره شده ما باشه. یه برنامه دیگه هم همین چت جی پی تی داره برای همین کار، ولی میشه کارهای بهتر کرد. اون تا 6 تا عکس نسخه رایگانش اجازه میده. مثلا میتونی شخصی رو مثلا کنار این مثلا بگی آقا دونالد کنارش باشه. همون عکس مثلا دونالد ترامپ رو میذاره کنارش و خیلی جالب تره. یه ذره امکانات و میتونین کلیپ های کوتاه هم باش بذارید، ولی نسخه کلیپ های کوتاهش فعلا فعال نیست. فقط میتونین عکس ها رو ویرایش بکنید و تبدیلش بکنید. حالا اونم الان بهتون نشون میدم. حالا اگر چت جی پی تی رو دارین باز کردین ببینید یه قسمتش بک بکنید اینجا. این قسمت 3 تا فلش کوچولو رو که بزنید بذارین عرضم خدمتتون. این قسمت نیست، بذارین این قسمت دوربینو بزنم پایین اشتباه نکنم. قسمت ورودیش یه سورنام داشت. سورنای خیلی خوبه. فکر کنم تو بعد ورود
این قسمت ببینید نسخه پلاسش، نه سورنا اینجا نیست، ولی تو بعد و ورود میتونید قسمت سورنا وارد بشین و با اونم انجام بدین. حالا من سریع ببینم میتونم چی کنم، وارد سورنام بشم براتون انجامش بدم یا خیر. خب بذاریم ببینم سورنا رو به ما اجازه دسترسی میده. سورا میگم سورنا، سورا رو از اینجا نمیشه، ولی همین قسمت چت جی پی تی قسمت سورا رو ما کاش که میشد دسترسی بده. بذارین از اینجا خارج بشیم، دوباره بریم داخل. ببینید این قسمت، ببخشید این قسمت فلشه رو اگر بزنید گزینه سورا میاد. ببینید بذارین نشونتون بدم که اشتباه نکنید. ببینید یه چیز کوچولو اینجا داره، این گوشه اینجا یه مربع کوچولو داره، روی این کلیک میکنین. خب ببینید روی این کلیک میکنید یه صفحه باز، این گزینه سورا، ببینید سورا اینجا نوشته، این گزینه. این هم عکس‌های تبدیل عکس‌های خیلی خوب، همین تا 6 تا میتونید خیلی خوب کلیپ‌های کوچیک میتونید، اگه نسخه پلاسش رو بتونید بخرید میتونید انجام بدید. حالا من یه کلیک اینجا میکنم، سورا ورایتی. حالا اگر به ما اجازه بده، آها این نسخه سورا میشه. خب سورا، تو قسمت سورا شما میتونید تبدیل یه لوینگ هم این پایین باید بکنید. یه لوینگ هم یه بار بکنید، چون ایمیل وارد کردین دیگه نیاز نیست. همون وارد شدنش مثل همون ارزم به خدمتتون که مثل چت جی پی تی که وارد بشه، این هم همون شکله. یه لوینگ کوچیک پایینش داره، از همون قسمت ببینید یه قسمت لوینگ داره، ورود داره، لوگینگ رو دقیق تر بگم. داخل که بیاین این یکم جالبتر، شیرین‌تره، میتونین استفاده بهتری ازش بکنید. ببین اگه بیاین اینجا دیگه عکس رو خیلی راحت، حالا من یه 2-3 تا عکس آماده است الان براتون چی نمی‌کنم، ولی ببین عکس رو میتونین خیلی راحت و خوشگل تبدیل کنین به، بذارین من بتونم چی کنم، داخل برم دوباره. این ویدیوهای کوتاه میتونین این شکلی درست کنین. این برای نسخه پولی رایگانش هنوز فعال نیست. خدمتتون عرض کنم که حالا اگر لج نکنه سورا رو بریم داخل، دوباره با لوینگ بزنیم، سورا رو بزنیم روش، بریم داخل. من عذرخواهی میکنم فقط یک بار دوباره مجبور شدم بیام تو، خواستم فقط نشونتون بدم چجوری هستش. و این قسمت وسط، این قسمت رو اینجا روش بزنید، میتونین بیاین اینجا عکس رو بدیم، متن رو بدیم بهش، براتون تبدیل به هر آپشنی که خواستیم براتون تبدیل میکنه. یعنی مثلا الان اینجا بخوام واسهتون سریع انجام بدم، تقریبا مثل همونجا عکستون رو آپلود میکنید. حالا من تو لایبراریم دارم یه عکس، مثلا یه عکسی بخواین آپلود کنیم، مثلا بذاریم من خب آپلود کنم دیگه، حالا اومدیم افتادیم توش دیگه، اینم بهتون یاد بدم. مثلا همین عکسو اینم ببینید تبدیل شده، مثلا همین عکسو بخوایم تبدیل بکنیم، تمام این عکس آپلود میکنه، متن اینجا میرین، میخواین تبدیل به چی بشه یا کنار کسی باشین، مثلا میذاریم تو جشنواره کن، یا مثلا در کنار چه کسی بذاریم، مثلا رئیس جمهور آمریکا، کاخ ریاست جمهوری، کاخ دفتر ریاست جمهوری، دفتر ریاست جمهوری کنار
دونالد ترامپ باشه مثلا یه همچین چیزی. این عکس که آپلود بشه ما میتونیم، نه عکس الان آپلود شد، دایره رفت، ضبط در اومد، حالا ریمیکس رو میزنیم و شروع به ساخت عکس میکنه. این الان عکس در حال ساخته شده. حالا این عکس ساخته بشه من یه استوب میزنم تا این عکس آماده بشه بتونم نمایش بدم. حالا این عکس رو گویا به ما گیر داد، میگه دفتر دونالد ترامپ نمیشه باشه. حالا من یه سری عکس ها هستش از قبل ساختیم اینجا وجود داره، اونا رو بهتون نشون میدم که میتونید ببینید. اینجا مثلا ساختم، مثلا این برای بازی CS:GO عکس خودم رو گذاشتم، اونجا تبدیل مثلا به این کرده، بازی به این شکل تبدیل کرده، یا مثلا این هم مربوط به بازی CS:GO بهش گفتیم تبدیل کن، یا مثلا گفتیم عملیات تبدیلمون بکن، اونجوری مثلا بردتمون رو ناو هواپیما بر. خلاصه برین توش انجام بدین ببینیم به چه شکل دیگه، زیبایی خودشو داره دیگه. ما فقط بحث اولیه رو بهتون یاد دادیم که بتونین ببینین چه جوری میشه کارا رو انجام داده. انواع عکس و نقاشی ها میتونین انجام بدین، خیلی زیبا، یه حالت خیلی جذابی داره، قشنگه، میشه انجام داد. میتونین دیگه بسته به سلیقه خودتونه دیگه ویرایشش کنین، 2 بار 3 بار یه چیزایی بهش اضافه کنین، حالتهای مختلف. میتونین حالت سایبرپانک بکنین، واقع گرایانه بکنین، انیمیشن ترسناک بکنین، کاریکاتور بکنین، حالتهای قشنگی داره، استفاده کنین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده. خوشحال شدم، ببخشید وقتتون رو گرفتم. تا ویدیو بعدی خدا یار نگهدارتون باشه.